چرا پولاد؟ چرا؟ تو در کجا بودی؟ در مزاری به سر می بردم. اما اکنون در پهلوی تویم. من محزونم که چندین بار تو را در این حالت واگذاشتم، اما باوری دارم که از همه خوب تو مرا میفهمی. یاد داری که چطور با تو خیر و خوش کرده بودم؟ راهی انتخاب کرده خود را از همه پیش به تو گفته بودم و تو را خواهش کردم که مرا پهیل کنی، اما این دفعه به خواهشی من نبود. پس چرا اینقدر وقت خودت رو آشکار نکردی پولاد؟ چرا؟ اصلا من به چنین قرار پیشتر آمده بودم. تنها نمیدانستم که چطور خود را به تو آشکار بکنم. برای همین وقت و زمان مناسب را انتظار شدم. حاضر هیچ وقت و زمانی مناسب نیست پولاد. کسی گم کردم را دیر یافتن و یافتم را در وقت ضروری گم کردم مرا خسته کرد پولاد. نه خواهرم را از دست دادم، اینک باز تو را پیدا کردم، اما این معنای آن را ندارد که من تو را دیگر گم نمی کنم. در سری من حاضر همه فکرها پریشانند. دیگر من در پهلوی تویم جانی من. برای خواهرت بسیار محزونم. او را برای من شده کشتند. تو میدونی که او را مارگریت کشت پولاد. به تو قول میدیم لیلا، مارگریت را مییابم. او حتما جزایش را میگیرد. نه، تو به این کار دخالت نکن. جزای او را من خودم میدیم. فهمیدم جانم. بیا حاضر این گپ ها را نگوییم. جناب، یک کار مهم برآمد. خب حسنا میآیم. جانم تو کمتر دم بگیر. بیا، همه کار خوب می شود. پروا نکن. عبدالحی؟ عبدالحی؟
عبدالحی شد حاضر تو رو آزاد میکنم. تمام. ایستو. خوش آمدی. وای، یعنی عبدالحی بود اصلا آمد. دلی مرا شکستی تو. از من برای چی حقیقت را پنهان کردی؟ میلش، من تو را دور و دراز گله گذاری میکردم اما هیچ وقت ندارم. اکنون لاله را گوش میکنم. پروا نکن، من او را خوب نگاه و بین میکنم. مبادا نفست نگیرد و این احتیاج پیدا میکنی. من به تو گفته بودم که به نزدیکی وامی خوریم. بالتزار، تو حاضر رو و در وقتی قبولی من بیا. پوست، بیا بنشین اینجا. بیا. من به اینجا برای جنگ و جنجال نآمدم. آنا همین خیل بالتزار، بگو که نهایت عقلم در آمدم. اکنون وقتی خاتمه بخشیدن به جنگ و جنجال ها فرا رسید. من نمیخوام که تو در اینجا ها مرده روی. تو حالا جانی جوان داری، صاحب عقل و هوش روشنی. شب نکن بالتزار، شب طولوی گپ را بگو. من به تو گفتنیم که بیا با این کارا هر دو هم را بچسبیم. هم تو فایده میگیری هم من. برای مال خودم تو مرا باز با همکاری دعوت داری؟ پوست، تو حاضر تنها یک بالشت و یک بستر داری. من به تو از همکاری دیده زیادتر چیز پیشنهاد دارم. میگویند که دوستی بزرگ از جنگ و جنجال آغاز می شود. در این دنیا تنها نمی شود. اگر امروز نباشد پگاه به من بر این دوست محتاج می شوی. پاسبان، قرار فوری هیچ شرط نیست. پیشنهاد مرا خوب بیندیش. تشکر زیاد.
که این چطور از دست شما رها یافت اکیف؟ کاری دستی ما نیستانیان میشد جاهید مرا خبردار میکرد. این کاری کی باشد؟ هجومی که دیروز به مهمانان روز شد کاری دستی رسکالن است، میدانیم. من از او شبهه دارم. اکیف، هیئت روس‌ها چی برنامه دارند؟ پگاه همراهی خوجه به نمایش شبی عروس می روند. هرچند که مانیستانیان مقابلیت سخت نشان دادند، اما سازشنامه امضا شد. برای ویران کردن مناسبت‌های روس و ترک هر کاری که از دستشان بیاید اجرا می‌کنند. تا رفتن مهمانان خواجه امنیت آنها به ذمه توست. می‌خواهم بسیار با دقت باشی. بعدی به فرجام رسیدن کار آخرین ما که تأسیس وقف می باشد، ما به امریکا برمیگردیم. تو باشی در قریم موظف می شوی. من گمان نمی کنم که وظیفه اینجا به دوشم گذاشته شده رو تمام کرده باشم. پیش از راه اندازی کردن نقش عاید بانک ترک‌ها قبلا خبردار شدند. تا من نفهمم که این کاری دستی کیست و تا او گناهگار کیفر نمیبرد، از من رفتن را انتظار نشوید. در این میان که اینجا بودی به ترکا مانند شدن را سر کرده ایم مفتش که این ما اینجا هیچ از پی مقصدهای شخصیمان نه، برای مقصدهای مقدس و والای برادرانمان قرار داریم. اگر من به کار و کردارهای قره و اکیف جواب داده نمیتوانم، این نه تنها اعتبار خودی مرا بلکه اعتبار ارمگدون را نیز میکاهاند. در اوکراین وضعیت تجلیل ما را میدانه که این ما باید برای سر کردن حمله ها علیه روس آمادگی بگیریم. من با یوجه مجسته در تماس شده با او میفهمانم که سبب دیر ماندن من در چیست. یوجه مجسته اگر بسیار وقت بدهد تا تأسیس یافتن وقف اجازت ایستادن میدهد. اگر باز واخوردن خواهی خودت میدانی. بیا جاهید، بفرما بنشین. من و تو باید مصلحت بکنیم. من هم از شما برخی چیزها رو باید بپرسم. در ترکیه اکنون آوانی نو آغاز می شود. مفتش کین جای خود رو به دیگر کس وامی گذارد؟ موضوع تنها به کین نه، به هممون دخل دارد. پس از مهلت کوتاهک ترکیه را ترک خواهیم کرد. آیا ممکن است فهمیدن که برای چه؟ یوجی مجسته ما را برگردید گفت. خیر، کارهای اینجایی ما چی می شود؟ تمامی کارهایی که اینجا گردان کرده ایم البته تا رسیدن به نتیجه های نهایی ماندن میگیرند، ولی ما دیگر اینجا نمیمانیم. اکنون در پهلوی آنها ما فعالیتمان را دوام خواهیم داد. من پهلوی او برمیگردم، اما حالت تو معلوم نیست. ولی من همراه شما بودم و پهلوی آن کس کار کردن میخواهم. این را خوب میفهمم، زیرا آرزوی هر یکی ما همین است. اما تنها به این بخت نفرانی کم مشرف میگردند. حاضر تنها همین را دانی بس است. خیر، تو به من یگان چیز گفتن میخواهی؟ فعالیتی برای رهاندن کین از دستی کیگیته کاری دستی کیست؟ و من برای چی شامل آن گروه نگشتم؟ دانستن میخواهم. رسکالن او خطای خود را جبران کردن خواست.
من میدونستم که راسکول نو فعالیت رو در ترکیه آغاز کرده، اما واقعا حیران شدم که چطور او را پیروزی بر کگت میسر گشته است. سازمان سیام بسیار وقت مرا هم متحیر میکند. کوشش بکن که با آنها مناسبت خوب داشته باشی. اکا من آمدم. به خود آمدی یعنی؟ میدانم هوا خوردن میخوایی، اما این احتیاجت را پسان به جا میارم. معلوم است که تو اینجا آرام نیستی. میدانی چی؟ حاضر تو به غضب میایی، اما با مرور زمان به من عادت میکنی. باور بکن. پس میگوی که پهلوی من بیا، من ناراحتم. یگان گپ گفتن میخوایی؟ التجا میکنم به عبدالحی آسیب نرسون. برای او اکنون خیلی دیر شد. او به تو سزاوار نیست. اگر او زنده باشد ما خوشبخت نمیگردیم. مردی الله مرا سرده گفتم. تو من را معیوب کردی. من تو رو میکشم. معلوم میشه که تو هیچ آرام نمیشوی. خود را بیهوده عذاب نده. دیگر اکنون تنها منم. خانه‌داری شما غلط است. این را تو خودت هم میدانی. میدانم که این را قبول کردن اندک دشوار است، اما تو یک دختره که با عقل هستی، میفهمی
باور بکن تو را حتی دیگر به یاد هم نمیاری. در نزدیکی خلیج کمریم، سوی شرق روانیم. فهمیدم. اکا پلیس ها راههای اطراف را تحت نظارت گرفتند. گاز را زیر کن علی، زیر کن. این دیپلمات روس کارهایش را به فرجام رساند. برنامه فرهنگی آغاز شد. فردا رقص سماع درویشان را تماشا میکند و بگاه میرود. راسکولن اجازت نداده است، نمیرود. دیمیتری، با تشکیلاتی در تل‌آویو بوده همان تماس بگیر. بگذار یکی از ما را هم به اون معرکه دعوت بکنند. بر اثر حوادث در این اواخر رخ داده، ترک‌ها حالت فوق‌العاده اعلان کردند. نماینده ما با او آدم نزدیک شده میتواند و ولی سلاح در آوردن به درون هیچ امکان ندارد. دسته مخصوص پاسبانان از یک طرف، از طرف دیگر کگیت پاسبانی دارد. راسکولن نامی کگیت را از زبانی تو شنیده خرسند شد. شاید برادرت را پزمان شده باشد. تو میخواهی که به شمیل زنگ بزنم؟ زنگ میزنم. راسکولن میخواهد که او را بشنود. اما نامش را هرگز شنیدن نمیخواهد. تو آدمت را میان آنها ببرد. شاید برادری من به او سلاح میدهد. میخائیل، میخائیل، میخائیل. گوش میکنم برادر. تو مرا حاضر با دقت گوش بکن. مایلش برادر. کمی صحبت کنیم شمیل. شمیل، در اینجا هر زمان به تو احتیاج دارم. ولی اگر خواهی میتونی کمی استراحت کنی. من استراحت کردن نمیخواهم. از روسیه هیئت خاصه میآید و من میشینم. وقتی دوستانم در میدانند من آرام نشستن نمیتوانم. در اطاعت تو بودم برایم گواراست. مالش. پس در فعالیت فردایمان در پهلوی من میشوی.
پولش پیشمون میرود علی. این ماشینی است. سر کن. در آن لاله نیست. شد لاله. شد. همش گذشت. بعد از اینجا رفتن چیزی رو در پشت بعد از خود ماندن نمیخواهم. با دادستان لیلا حسابم را برابر کردم. چی طور؟ عیناً اون زندگی رو به سر میبرد که من میبرم. خواهر او رو کشتم. هرچی که در این میان گذشته است هیچ مرا به تفاوت نمیگذارد. جان من میسوزد که من بیخبر ماندم. اما خرسند شدم که تو با مقصدت رسیدی. اکنون تنها یک خواهشم مانده است. آن هم باشد الیف. ما این را پیشتر بررسی کرده بودیم. قرار قطعی استاد را عاید این مسئله که هر دویمون هم میدانیم. قرار من در بابت گرفتن الیف بسیار قطعی است. کسی آن را تغییر داده نمیتواند. اگر در این کار به من کمک بکنی هرچی از دستم میآید برای تو میکنم. برای این به من اندک وقت در کار است. دستی کم این رو از من بیخبر نکن.
من دیگر وقت ندارم. تو به من کمک میکنی یا نه؟ از اینجا الیف رو نگرفته نمیروم جاهید. با تو در این کار کمک میکنم و از تو یک چیز میخواهم. مثل تمام رفیقانم من هم همیشه در دل یک آرزو میپرورم، با جناب یوج ماجسته نزدیک شدن، خدمت او را مستقیما به جا آوردن، هیچ نباشد با او شناس گشتن. در زندگی هم تو شطرنج میبازی جاهید. حمله های درست میکنی. چنان که تخمین کرده بودم که این را راسکال نجات داده بوده است. دسته سیام به فعالیت آغاز کرده است. پوست را از محبس برارید. به همینم زیاد استاد. دیدم وقتی که برگشتیم برای تو هم یک تلفن می‌خریم.
این کار بسیار خوب شد قره. تمام شب خوابم نبرد. احوال آن زن از پیش چشمم هیچ دور نشد. فکر کرده به قراری آمدم که تا آخر عمر امانت به ما گذاشتهش را خودم بگیرم. مثل پسر خودم کلانش میکنم. خدا هیچ درد و داغش را نبینی. آمین آمین. صدق الله العظیم. الفاتحه. تعزیه ما رو قبول کنید. به شما صبر جمیل میخواهم. سلامت باش. خدا صبر دهد. سلامت باشید. صبر جمیل. سلامت باشید. شما رو تفتیش کردن ممکن؟ کمی پیش تفتیش کردید کو؟ ببخشید. مجبورم که باز تفتیش کنم.
نیستید دوام دید کنی ببینیم. شما انتظار بشوید. برای کار دوستان. سلام. شما هم فروید. یگان نافهمی است قماندان؟ اوید شما معلوماتی هست. تفتیش میکنه. این یکی خطا نباشد. این حجت را دولت مقرر کرده است. از همین خواب کنید. شاید اخبارات نادرست گرفته. ما کمک میبریم. با عکیف زنگ بزن مسئله را حل و فصل بکند. صبر کن. حالا صبر کن آقای ذوالفقار، کمی ایستا. آرام باش، صبر کن. از همین خواب کن. من گمان داشتم که آن زمانهایی که دولت به سر آدمان خودش سلام میکشید گذشته باشد، اما غلط کرده بودم. به زمین خواب کنید. مرا ببخش خواهرکم، مرا ببخش که تو را حمایه کرده نتوانستم. ببخش جانم. بیا حاضر برویم، بعدتر باز می آییم. خوب برای چه خیلی اینجا تنها مانده می روم. بیا دختر زیبایم. دلم درد می کند بابای عمر. من این درد را طاقت کرده نمی توانم. آنی که درد را داد صبر را نیز می دهد. لیلا ترکمن کیست؟ خانم لیلا در آنجاست. یگان گپ شده است. خانم دادستان باید با ما بروند. سبب رفتنش چیست؟ وقتی که رفته سببش را میفهمانند. رفته گوید که امروز با جنازه خواهرش بند است. خواهش میکنم با ما کمک کنید. نمی بینید که در کدام احوال است؟
چی گپ است؟ جناب دادستان اوید یک پرونده برای معلومات به شما مراجعت میکند. این به مرگ خواهرم وابستگی دارد؟ نمیدانم خانم. میلش میرویم. بیو. تیز باشید بچه، زودتر. چی گپ است؟ نمیگویید؟ شما میگویید چی گپ است؟ عکیف خبر دارد که شما اینجا آمده اید؟ نوبتی او هم میرسد. به زنگ زدن احتیاج نیست. در اداره وا میخورید. زود باشد میرویم. رفتیم. بچه ها آماده باشید میبریم. ماشین ها آماده‌اند؟ آماده‌اند. باز یک بسنج. خوب شده است. یگان مشکلی هست مسعود؟ نه جناب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التکین هوشیار باش. جناب بیاید شما را بیرون براره. چی گپ شد؟ رفیقان میبریم. آرام باشید. شمیل. التکین. یک ماضی نو را آغاز کردم. یک ماضی این کرده از کیست؟ کنستانتین.
یک مود تو در چه وضعیت است؟ سنگ ها آهسته آهسته جای خود را میگیرند. بسیار خوب. حقی سروری هولدینگی تتراغلو را اینجی به عهده دارد. جناب، اینجی از دنیا گذشته است. حاضر کیست؟ حضور تتراغلو ابراهیم است. به او بگو که آن قرض های را که از محترم بای گرفته است بپردازد. خوب شد است جناب. لابای تو میدانی که چی گفته ایستاده ای؟ کسی که بیانات مرا گرفتن میخواد مرحمت به کگته بیاید. یگان گپ شد سردار. خوب، من با شما بدتر زنگ میزنم. کی زنگ میزند؟ باز همون آدم. چی گپ است اینورا؟ اینجا گپی بسیار شده کیف. ما هم کوشش داریم که وضعیت رو سرفهم برویم. حوادث زیاد پی هم رخ داده است. شاید باز دوام هم داشته باشد. به بیمارخانه میرویم التکین. نقطه به نقطه بگو اینورا. همش رو دانستن میخواهم. درا محترم دادستان، رفیق خانمون به عکیف خبر را رساندند. را آوردند. او گفته است که نمی آید و باز گفته است که هر که بیانات او را گرفتن میخواد بگذار بلکه گته بیاید. همین حاضر ما اینجا دستگیر کرده امان را استنتاق بکنیم. عکیف خودش دویده می آید. اگر نه آید من خوب میدانم که او را چطور بیارم. آنها چه حقوق دارند؟ میخواهند جمله عالم به ما بخندد؟ جناب، باز یک خبری ناخوش دارم. سمیبای را دستگیر کردند. چه حق دارند؟ چه حق دارند؟ برای عملیاتی بر راستای بیرژه لندن انجام داده امان و دادستان لیلا را که در این کار با ما همکاری داشت از سری قبری خواهرش داشته برای استنتاق کردن بردند. همش در یک وقت رخ داد؟ بله جناب. و نهایت مرا هم برای دادن بیانات دعوت کردند. هیچ کجا نمی روی. به کارگاهت برو عکیف و چیزی نشود تا من نمی گویم. از جایت تماما نمی جنبی. می توانند به اداره کگته بیایند.
اگر کسی آمدنی باشد آمدن گیرد. تو گفتم را کن. خوب شده است جناب. پسر چقیر تیار شو. تو آزاد شدی میبرایی. سلامت باشید اکا. دستانتان رو میبوسم اکا. سلامت باش متین. خدا نگهبانت. خدا یارتان بود. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. به اینجا امضا بکن. از تو بسیار منت دارم. سلامت باش. کیرا؟ کای؟ در کجا؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی شامل موفق نگشت هیچ نمیفهمم. راسکون این کار را شنیدن نمیخواهد. باز تکرارم با او زنگ بزنیم. ما با او تا چه اندازه باور میکنیم؟ شاید تاثیر گیپنوز با مرور زمان گذشته باشد. این را از دندانساز بپرس. دیمیتری، وضع آوردن مواد چی طور است؟ فردا میگیریم. تو این مسئله رو پیگیری کن ایوان. راسکون تنها بودن میخواهد. بیاندیشید. کی؟ در کجا؟ کای؟ 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 استاد با شما ملاقاتی خاصه آراستن خواست. تفصیلاتش را من هم نمیدانم، اما اندک پس شما میفهمید که برانی نوی ترکیه کیست. گالستوگ رو بستن ضرور بود. من نبستم و اگر خواهید رو ملچم رو میدیم به شما میتی بای.
نه، کمی پس به خودت لازم می شود. خوش آمدید جنابان. مرحمت، بشینید. شما را به اینجا دعوت کردم که تا یک چیز مهم را به شما برسانم. محترم میتی، من شما را دیرباز میشناسم. شما به دوستانتان چندین بار ثابت کردید که به درجه های از این بلندتر که حاضر قرار دارید سزاوارید. محترم سری، شما هم چندی است که در مد نظری مایید. من میبینم که هر دوی شما در هر اقدامات ما در ترکیه حصه گذاری میکنید. این به من خوب بیان است. میدانم که هر دوی شما میخواهید میان برادران ما به کارهای بزرگتر موظف باشید. هر وظیفه را که به دوش ما میگذارید ما با افتخار ادا میکنیم. میخوام بدانید که از این پس هم مثل همیشه هر وظیفه را که به دوش من میگذارید چنان که میباید و سزاوار اجرا خواهم کرد. بسیار خوب. من هم از شما همین را انتظار بودم. من بعد همه گونه دستورها را به شما حقی میرساند. برای چه حقی بای را بهتر دانستید؟ این ترجیح من نیست. ترجیح بران یگانه واقعی ترک می باشد. این عملیات امروزه را تنظیم داده وهاب کوزوزاده است. برآوردن همه کارهای عاید ترک را اکنون ما به او واگذاشته ایم. درباره رفیقانمون که استنطاق شدن یگان دستور هست؟ افسوس که نیست. حاضر ما به هیچ وجه به استنطاق مداخله کرده نمیتوانیم. آرگ و پیوندی مردم را چطور کرق گردانیدند؟ ریفلکس ها حرکت نمی کنند. خواجه چی گپ است؟ ما صحوی کلام کردیم اما نفهمیدیم. عملیات خیلی بر وقت آغاز شده بوده است. در این میان که ما به برطرف کردن تهدیدهای بیرونه متوجه بودیم آنها نهانی میان ما در آمده بودند. آنها گفته کی را در نظر دارید؟ اهل مانستان؟ کاش که تنها اهل مانستان می شدند. آنها را می شناسیم. آنها را می دانم که دشمنی مایند. اگر خلاصه کرده گوییم دولتی ما را کلان می گردانند. خواجه محترم، ما میدانیم که عمر کلان کوتاه است. اصلا دولت مهم است و دولت با آن تجربه عصرهای دراز اندوخته‌اش جوانی 18 ساله را میماند. ولی یک چیز دیگر مرا حیران میگرداند. کلان را کی میپرورد؟ غایه های از اهل مانستان خیلی دور و آن آدمی که ما همه امان متاسفانه از نزدیک میشناسیم جناب محترم. من از خودم ناراضیم، خشمگینم. تو رو باید گوش میکردم. از آغاز شناساییمون آن آدم را نشناختم. بیا او رو فراموش کنیم. مهمش ما یک جاییم. بسیار ترسیدم که تو را گم میکنم. من هم.
اکا اگر وقت داشته باشی اوید عدسیز برخی چیزها را گفتنی هم. من به خونه میدرمیم. علی در حضور لالا نام او را نگیر. فهمیدم اکا. چی گپ است بگو. اکا او آدم بیماری روحی داشته است. چطور؟ خانه که او اقامت دارد با دیگر آدم تعلق داشته است. صاحبان خانه هم نیستند. آن دو آدمی که پلیس ها گفتگو داشتند صورت آنها هم همانجا بوده است. فهمیدم علی، فهمیدم. جسدی آن اوباش را پیدا کردند؟ هنوز نیفتند. غواص ها جستجو را دوام دارند. تو رو در اینجا نمیگذارم ابرو. از پس این کار میشوم. ایستا لعنتی. در پس این کار تو هستی میدونم. برو سرده، برو. چیکار میکنی؟ برو. با تو میگویم که در خاطر دار. او دشمنی توست، با تو بازی میکند، او را دوست ندار، ولی کارهایی میکند چنان سخنهایی میبافد که تا رفت عاشق تر میشوی. Ben sana yandım gelin, yana al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün ben gelin. پسرم، حالی که این مسئله آوازه نشده است مرا به دادستان کل ببر. مثل شما آدمانی که دولت را اداره میکردند کیها از خاطرها زدوده شدند. غیر من دادستان دیگری را نمیبینید سمی بای. محترم دادستان، به یک جا زنگ زدن میخواهم. ما حاضر به طلبهای شما نه و به پرونده مشغول میشویم. عملیات به انجام رسید. یگان تشویشی دیگر هست؟ همه چیز طبق مصلحتمان جریان دارد. با دستور شما عمل داریم جناب. رهبری برجه لندن یک ساعت پس مهمانی ما می شود. شما فروش آزاد را می توانید آغاز کنید. فهمیدم جناب. برای عملیات مالیوی برجه لندن را گذرانیدن از کی فرمان گرفتید؟ برای چی محض برجه لندن؟ پولی که از عملیات مالی برجه لندن به دست در آوردید کجا فرستادید؟ بازی کلان آغاز کرده بودید و اما تا همین جا بوده است. حاضر اکنون به سوال اساسی میگذاریم. پیری کلان میخواهد که پولی از برجه لندن به دست آورده را به کشورهای احتیاجمند فرستانیم. با آدمانی در کاریمان در آن کشورها تماس بگیرید. فهمیدم جناب. آدمان آن کشورهایی که به آنها کمک رسید و پیری کلان و شما سپاسگزاری خود را اظهار کردند. جناب، رفیقان به شما تنها یک پیشنهاد دارند. گوش میکنم. ما میدانیم که شما فرمان را از پیری بزرگ گرفته اید. اکنون بگویید که خود پیری بزرگ کیست؟ این موضوع را به پیری بزرگ میرسانم. اندیشه بسیار خوب است. سمی بای، اینجا بودن نبودن شما را کسی سراغ و پی نمی کند. تا به سوالهای ما جواب نمیگوید اینجا میمانید. به خصوص به همین سوالی آخر. پیری بزرگ کیست؟
балтазар ниҳоят маҷбур шуд ки ба ман сулҳ карданро пешниҳод кунад. ту чӣ андеша дорӣ? бо шумо суҳбат накарда қотиян чизе нагуфтам. номатро шинондем. барои онро боз хубтар соҳиб шудан ту ба балтазар эҳтиёҷ дорӣ. шумо мехоҳед ки ман бо ӯ ҳамкорӣ кунам? оре. ба хотири соҳиб шудан ба кӯчаҳо як муддат бояд бо ӯ муносибати хуб дошта бошӣ. ин чиз бисёр дарҳоро барои ту боз мекунад. моро зарур аст ки иртиботҳои ӯро бифаҳмем. ман балтазарро бояд бовар кунам? не. мусаллам аст ки ӯ дар иртибот бо ту чӣ нақшае дорад. туро дар паҳлӯяш гирифта интизор мешавад ва ҳамин ки фурсати мувофиқ дарёфт туро фишор додан мегирад. ба мавзӯи аслӣ мегузарем. созмони сиём ба хотири ҳокими кӯчаҳо гаштан раскол гуфтани одамро истифода мебарад. мехоҳам ту дар камтар фурсат бо ӯ тамос бигирӣ. раскол. من هیچ نمیخواستم که با هم مسلک خیش این طور تماس گرفته باشم. محترم دادستان، فهمیدن ممکن که چرا شما مرا استنطاق میکنید؟ شما به دوش خود بسیار کارهای بزرگ را گرفته بوده اید. این آدم را میشناسید؟ آقای اشرف، رحمت یک کارگر دولتی بود. چرا میپرسید؟ ما میدانیم که در یک سازمان مالیوی امنیتی همراه کار میکرده اید. برای تحقیق وقت فرمان را از کی گرفتید؟ فرمان را از دادستان جمهوری گرفتم. اگر با خودشون تماس بگیرید هرچی به شما ضرور است میفهمونند. اما اول شما میگویید فرمان برای استنطاقی وطن دوستان ما را که جهت بهبودی کودکان بی‌پرستار به یک ساختار قانونی کمک کردند، همچنین تهدید آنها را به شما کی داده است؟ گوش کنید. من در یک روزی سختی مصیبتم و به اندیشه اون که شاید موضوع مهم باشد اعتراض هم نکرده به اینجا آمدم. خانم، میبینم که بسیار خسته اید. اگر به سوالها درست پاسخ دهید کار ما طول نخواهد کشید. آن خیلی مخفی است و تفصیلاتش را به شما گفته نمیتوانم. همین قدر کفایه. التماس بشینید. شما چی حق دارید که مرا اینجا نگاه میدارید؟ جک ویلسون امریکایی را در طعامش زهر انداخته کشته بودید. با همین سبب شما را دستگیر کردیم. من ماهای دراز این نوار را کفتم. با دادستان هم مصلحت کرده بودیم. این را نیست کرده بودند. شما این را از کجا پیدا کردید؟
خره کی میداند که چند دادستان در ترکیه خواهش تو را استنطاق کردن دارد؟ نصیب من بوده است. از آن آوان گذشته با تو اینجا دور و دراز صحبت خواهیم کرد، اما ما از آخر آغاز میکنیم. با عکیف از کی همکاری آغاز کرده ای؟ عکیف مگر فرمان داد که با ماشین تیر با کمک بشر دوستانه چیزهای دیگر هم پنهانی به سوریه ببری؟ فرمان از حبسخانه سربیا بردنی البانی های محکوم شده را کی به تو داده است؟ امر کشتن آدمی نامدار آذربایجان کمال دین بای را به تو کی داد؟ در اسرائیل و هالند تو چی کار داشتی؟ با کدام گروه تروریستی همکاری داری؟ جناب از تل آویو زنگ میزنن، عاجل بوده است. من در ترکیه ام، در اسرائیلم، در کجایم من؟ تو از نامی کدام دولت مرا استنطاق میکنی؟ تو حاضر اکنون به من بگو که دادستان ترکیه‌ای یا ادوکت اسرائیلی هستی؟ در این وضعیت اینجا بودن تو بسیار خفناک است جاهید. وضعیت رو فهمیده خواستم پهلویتون باشم اکا. من چطور کمک کردم میتوانم اکا؟ چی باید من بکنم؟ حاضر فاش نشدن تو از همه چیزی مهم است. هر معلوماتی که از آنها میگیریم برای آینده ما بسیار مهم است. از پهلوی آنها یک آنی واحد هم دور نشو. کی بران میشود فهمیدی؟ نه اکا، اما میدانم که سری و میته بران نمیشوند. دیروز برای ملاقات استاد آمده بودند، بعدی برآمدن طبعهاشان خیره بود. استاد باید به آنها گفته باشد که بران کیست. او را ما باید هر چیز زودتر بیابیم. پیش راه این حمله ها را گرفتن ها دانستن اوست. پروا نکنید اکا، برای یافتن نام او هر چی ضرور است میکنم. تو از کشته شدن خواهر لیلا با دست مارگارت آگاه بودی؟ نه اکا، آگاه نبودم. مرا از بسیار خبرها واقف نمیسازند. اکا باز بسیار چیزهای دیگر است که دانستنشان ضروری است. من با شما گفته بودم که از اینجا رفتنیند. مارگارت به من گفت که میخواهد که پیش از رفتنش الیف را ببیند. تا جای من میدانم او نقشه دارد که او را با خود بگیرد. با مارگارت نزدیک بشو. این کارو هرچی میخواهیم مفخوف بگذار. وقتی این مسئله به سرمون آمده را حل و فصل میکنیم با او خودم شخصا سر و کار میگیرم. باید بسیار احتیاط کرد جاهید. شما پروای مرا نکنید اکا. خوش آمدید.
خوش آمدید. خوش باشید حقی. سلامت باشید. مرحمت. چنان که میدانید پس از سر مهمت قرقانلی آن نظامی که از طرف پولاد علیمدار پاره شده بود دیگر احیا نگشت. همه ما ضرری آن را دیدیم. ساختار وهابایی که تا به امروز به طور پنهانی عمل میکرد به سروری آغاز کرد. وقتی که من از این آگاه شدم هم حیران شدم و هم بسیار خرسند. در ترکیه مثل او شهرتمند و شخصی را که راهبری خوب را عهده کرده میتواند نمیشناسم. واقعه های امروزه اثبات این نیست مگر؟ بله، حق است میته. در این ایام متشنج حتما وظیفه های مهم به شما هم سپرده خواهد شد. چی وظیفه‌ای که به دوش من گذاشته می شود برای اجرایش آماده‌ام. حقی ما کی امکان میابیم تا وهاب بای را مبارک باد گوییم؟ من به آن کس میرسانم. گوش میکنم صفیه. جاهید تو در کجایی؟ چند روز است که تو رو هیچ نمیوبم. کاری بسیار داشتم. من خواطر شدم. یگان مشکلی داری؟ نه، تنها با کارهایم مشغول هستم. میفهمم، اما من و تو باید بعضی چیزها رو مصلحت بکنیم. صفیه من حاضر امکانی صحبت ندارم، پس اون زنگ میزنم. مایلش جاهید، از تو خبر انتظار میشوم. خواهش میکنم مرا خواطر نکن. مایلش صفیه. همه بیانات شاهدان همینجا است. پرسپاسی همه درجه ها به فرجام رسید. یگان کس درباره عکیف چیزی نگفت. پس از سری پولاد علیمدار از آن روزی که وظیفه را از خود کرد از حد گذراند. اکنون زمانی رسید که پیش راهش را بگیریم. مرحمت. جناب، بیانات شاهدان پنهانی به فرجام رسید. برای دستگیر کردن عکیف برای ما هیچ مانعی دیگر نماند. جناب را دعوت کردیم با که گیته بیایید گفته است. به دوش شما یک وظیفه وزین می افتد. اگر سری که گیته را بگیریم پیری بزرگ به او چیکار میکرده باشد؟ با اجازت شما.
لولا لولا عبدالله باید به بیمارخانه برویم. از پخش شدن نخستین بخش‌های مواد در کوچه‌ها خرسند شدم. از حدی که من انتظارش بودم گذشت. فردا که یک بخش کلانترین مواد آمد به آموزش آغاز میکنیم. همین طور نه ایوان؟ این کار است که مهارت میخواهد، چون این آدمی را که سرفهم آن برود در ترکیه یافتن بسیار مشکل است. رسکان سازنده آن را می آورد. اینطور باشد. خبرهای خوش را انتظارم رسکال. پوسد می آید، او را قبول میکنید؟ مهمانان رفتنی اند. بیاید. ممنونم. من هم ممنونم. خوش آمدی. خوش باش. من میدانستم که تو به قرار درست می آیی. بفرما. کسی می آید؟ قرار دادستان است. برای بردن جناب عکیف آمده ایم. دادستان خودش بیاید. جناب، اینجا مشکلات پیدا شد. فهمیدم. جناب، عکیف زنگ میزند. گوش میکنم. جناب، برای مرا بردن به اینجا آمدند. میخواهند که تسلیم شوم. چی میفرمایید بکنم؟
بمیر و تسلیم نشو. خوب شده است جناب. عبدالحی را زنگ بزن تیمور. акифро диданиям. хабар медиҳем. орҳанбой омадаанд. биёяд ку бубинем. тамом, метавонед дароед. шумо дар ин ҷо интизор мешавед. лабай, пири бузург бо ту гап задан мехоҳад. تو کجایی عبدالحی؟ با بیمارخانه روانم. بسیار خوب، من تو را دیدنیم. ака, аҳволи лола бад аст, беморхона мебарамаш. چی شده است؟ намедонам, аҳволаш хуб нест. خدا شفا دهد عبدالحی. بیمارخانه که آمدی با من تماس بگیر. کارهایی که امروز کردید بهترین توفه برای ما گشت و ها بای. وقتی به زیارت آمدنتان بگویید تا یک توفه خوب آماده کنم. تشکر زیاد. از این پس من دیگر هیچ هراسان نیستم از آن که شما همچون میزبان ما را چگونه پذیرایی میکنید. از من شما یگان خواهش خاصه دارید؟ میدانید ما یک کاری خیری وقف آغاز کردیم که برایمان بسیار مهم است. سروری آن را به عهده دختر مهمت قرخانلی صفیه واگذاشته ایم. صفیه کودک بالای دستان خودمان کلان گشته است. میدانید دختران بسیار صادقند. آفرین. مثل اکش افه خواهی نبرآمد. اما شما او را همچون پولاد باید شناسید. بسیار بی‌ادبی کرده، همه چیز را پاره پاره کردن.
اکنون جمع و گرش به دوش من افتاده است. باور دارم که شما از بودش خوبتر این کارا سامان میدید. به راستای وقف هیچ نگران نشوید. حتی اندیشه دارم که شما نارفته یک بزم شناسشوی برگزار کنیم. خوب اندیشیده اید. اگر باز شما آن را تنظیم بدید سودمندتر خواهد گشت. من تنها تنظیم نمیدهم، شخصا خودم هم در بزم شرکت می‌ورزم. یک بزم با قیافه و نقاب خاصه باید باشد. چی گفتید؟ بیا عکیف میرویم. تو هم یک پاره این خیانت گشته ای. با زوری این را نمیخواهم انجام دهم عکیف. این را باید خودت دانی. رفیقان بگیرید او را. از اینجا تنها جسدی مرا میبراری. تو رو دیگر یگان راهی خلاصی نیست در این سمت. مرا مجبور نکن. همین قدرش بس است عکیف. همه چیز به فرجام رسید. حالا که من نگفتم فرجام نیست.
پس از جستجوهای زیادی ایجادی هنرمندی جوان و امید بخش پرویز اشارزاد سرود بس کن گریه خود را پیشنهاد مخلصان خش می‌گرداند که آن باز کننده فوجیه دل اوست. بس کن گریه وقتی سفر تقدیر آنها را جدا کرد. شهنوزا جان ما تنها خوشبختی تو رو میخواهیم. تو مگر بر من نگفتی جانی من با تو برایم کجا شد حرفایت آخیر کجا شد عهد و وفایت به نزدیکی در سر تا سری تاجیکستان پهن بشود. تو رو در اینجا نمیگذارم ابرو، از پس این کار میشوم. ایستا لعنتی! در پس این کار تو هستی میدونم. برو سرده برو چیکار میکنی برو. با تو میگویم که در خاطر دار او دشمنی توست با تو بازی میکند او را دوست ندار ولی کارهایی میکند چون آن سخنهایی میبافد که تا رفت عاشق‌تر میشوی. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün ben gelin. آلبوم جدید هنرمند صاحب استعداد فرهاد کمال. قدر در انتظارت تا پشتی در دویدم پایم ز کار افتاد وانگه بر سر دویدم. تقدیمات گروهی سیم سیم. استودیوی سیمون دسترس نماید. بهترین سالهای حیاتم در همین جا گذشته. در همین جا هم روزهای خوب را دیدم هم بد را پس سر همیشه به خانه به خاطر جمع آرام میرم. استودیو ارش تقدیم میکند. نجوم مرا با اینها فروختی حالا ایستابله. آنها از یگان جنایتکار نمیترسند. مرکز گوش میکند. در نزد درآمد شهر یک دوستش طلاق شده است. جدا شوی دشوار بود. بله خیلی دشوار بود. میبینم که گریه گلو گیرت میکند. آنها قانون را حمایه میکنند بر ضد جنایتکاری مبارزه میبرند و محض آنهایی است که تعقیب کردیم دست به سرطان بالای تو حیات ما را به خطر میگرداند. اکنون دخترم درباره خودت هم فکر کن. یگان جوان خوب را یافته به او خانه دار شو. برای به شوهر برآمدنم حداقل باید عاشق شوم. عشق شیرین است. جون فدایی در راه عشق به نزدیکی اما چیزی نمیشود. فهمیدین چیزی نمیشود. حامیان قانون در سلسله فیلم نوی جان فدا.